پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیف از آن عمر که ای بی سر و پا در پی تربیتت کردم سر. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شوکت و والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمد از راه دراز، نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افکند به سرپای پدر. گفتی که تو آدم